سلام، حالتون چطوره؟ نیلوفر کسیه که من به مدت 2 ساله که همیشه پیش خودش ناخونامو ترمیم میکنم، حسابی بهش وفادارم. امروز میخوام سورپرایزش کنم، بهش بگم که هر طرحی که هر فرمی که هر قدی که خودش خواست واسه ناخونام درست کنه. سر بدونم چی کار میکنه با ناخونام. هر وقت من میرم پیش نیلوفر کلی خوراکی میاره، برام کاپوچینو درست میکنه، همه چی که اون تایمه زودتر بگذره. کلا البته هوای همه مشتریاش همینقدر داره، متاسفانه فقط من نیستم. ولی خب الان میخوام برم یه کوچولو خوراکی براش بگیرم که امروزمون رو به خوراکی‌های من بگذرونیم. حتی الینا پیدا کردم، من اینقدر رو دوست دارم. اسمشون چیه؟ هانی پرز. خیلی دوستشون دارم. از اینا پیدا کردم، از اینا خریدم برای خودمون. هواشون خیلی گرمه، بستنی خریدم برای خودمون و یه دونه اسنک بادام زمینی. خب بچه‌ها وارد فضا که میشیم، واحد 704 آکادمی پوست‌نامه سپیدار. دستاتو بده خوشگله. خب امروز چی بزنیم؟ میخوام هر جور خودت میخوای این دفعه بزنی. باشه بزن ببین. خب ظاهرا نیلوفر فرم و قدی که برام انتخاب کرده اینه. فکر کنم میخواد تو رنگ تلافی کنه. چی نمیگم؟ خدا به خدا طلایی میبینه. چرا طلایی میبینه؟ راست میگی. شبیه آرایش نم. اینجاش باید کمک کنم. چیکار بدم؟ انتخاب کنی؟ انتخاب کنم؟ من هیچ انتخاب نکنم. اون دستتو بذار؟ نذاشتی؟ نذاشتی گذاشتم در بردم. سورپرایز شد. بچه ها نیلوفر یه کارایی کرده میگه باید پاکشه یه دار. خیلی نازه. اینجوری میشه. عزیزم نیست. تا هم همینجوری زدم. اینو از یه تجربه باحال دیگه. خدا